بریم اینجا ادامهش هم بگیریم. سوال 5 تا 7 رو می‌خوایم حل کنیم. این true false not given، همونطور که میدونین true یعنی تمام اینفورمیشنی که اونجا هست درست باشه، false یعنی اینفورمیشنی که داده اشتباه باشه و not given یعنی کلا تو متن نیست. حالا این دلیل نمیشه که از بیخ تو متن نباشه ها، این دلیل به این میشه که اون پارت اینفورمیشن یا اون قسمتی که توی اون استیتمنت داده تو متن نیست. خب این اشتباه نگیریم، ممکنه پیداش کنین سریع جوابو ندین، برین پیدا کنین آیا دقیقاً همون اینفورمیشن یا چیزی شبیه به اونه. خب بریم کیورداشو خط بکشیم. In the Middle Ages most Europeans knew where nutmeg was grown. خب Middle Ages مهمه. Most Europeans knew where nutmeg was grown. هم مهم. 6. The VOC was the world's first major trading company. خب VOC world's first major trading company. 7. Following the Treaty of Breda. خب این Treaty of Breda میتونه مهم باشه. The Dutch had control of all the islands where nutmeg grew. خب حالا بریم بخونیم این کنترل هم میتونه اینجا مهم باشه. خب با 5 شروع کنیم. میدل ایج داریم، most European داریم و میدونستن که کجا رشد میکنن دیگه. بریم بالا ببینیم چجوری میتونیم پیداش کنیم. خب توی قبلی تا اینجا رفتیم. بیایم ادامهش رو ببینیم. میدونیم که پشت سر هم، اما نمیدونیم که دقیقاً پاراگراف بعدی یا نه. خب nutmeg was a highly prized and costly ingredient in European cuisine in the Middle Ages. خب Middle Age رو پیدا کردیم، European هم پیدا کردیم، احتمالاً همینجاست. And was used for flavoring as a flavoring, medicinal and preservative agent. بریم ادامه بدیم ببینیم که جایی پیدا میکنیم که جاشو نگفته باشن. خب اینجا یه لوکیشن میشه پیدا کرد. خب دیگه چیزی هست؟ نه دیگه. این باند آیلند هم هست، میتونیم بعدا استفاده کنیم توی اون بر. خب حالا بریم اینو بالا و پایینش رو بخونیم این جواب پیدا میکنیم یا نه. میگه they sold، از اینجا شروع کنیم. They sold nutmeg for high prices to merchants based in Venice, but they never released the exact location of the source of this extremely valuable commodity. خب آیا نیازه بدونیم مثلا commodity یعنی چی، یا حتی commodity هم فکرم تلفظش هست، آیا نیازه بدونیم یعنی چی؟ نه، میشه متاع، جنس. ولی خب چرا؟ آقا میگه که exact locationش رو هیچ وقت revealed نکردن. خب ببین پایین این چیز پیدا میشه. خب in the Middle Ages most European know where nutmeg was grown. نه دیگه exact locationش رو هیچ کس نداشت، پس false. بعدی the VOC was the world's first major trading company. به اینایی که میگن که first last یه چیز قاطعانه only، خب یه چیز قاطعانه میگن معمولا یه گیری توی کارشون هست. خب حالا اینو ببینیم چجوریه. VOC داریم و World's First Major Trading Company. این بالا ببینیم چی پیدا میکنیم. خب اینجا رو که نگاه کردیم اینور VOC نیست. اولین جایی که VOC هست اینجاست، یه دونه اینجاست، پایینتر دیگه نیست دیگه، پس همون اونجا میتونیم یه چیزی پیدا کنیم. خب Dutch merchants founded the VOC, a trading corporation better known as the Dutch East India Company, کمپانی هند شرقی. By 1617 the VOC was the richest commercial operation in the world. خب گفته richest، گفته first؟ نه. ببینیم first رو پیدا میکنیم. The company had فلان employees, private army of فلان، 200 ships، خیلی هم عالی. فلان. اینجا بگردیم ببینیم چیزی به مورد first پیدا میکنیم. نه هیچی در مورد فرست نگفته. تو پاراگراف بعدی هم که اصلا اشاره‌ای بهش نشده، کلا VOC نمیبینیم تا آخرش. پس آقا آیا بود اصلا که first major trading company؟ نه، پس not given. اون ریچست رو گفته بود که صرفا یه سوپرلاتیوی گفته باشه، ولی این جواب نیست. من همین میگم اونایی که فرست و لست و اینا دارن معمولا یه گیری توشون هست، یا not given یا false هن. حالا امتحان بعدی همه ترو میشه، ولی خب روشون یه ذره بیشتر فکر کنیم.
Following the Treaty of Breda, the Dutch had control of all the islands where nutmeg grew. خب اینجا مهمه، اگه biggest sum of the islands کلاً false. حالا بریم Dutch control islands where nutmeg grew. ببینیم پیداش میکنیم یا نه. این پاراگراف که این جواب بود، اینجا چیزی پیدا میکنیم. اینجا Dutch داره. The only problem was the short supply and that's where the Dutch found their opportunity. خب از اینجا بعد داره در مورد داچ حرف میزنه. The Banda Islands were ruled by local sultans who insisted on فلان. اینجا بعد ببینیم all islands رو پیدا میکنیم یا نه. اینجا یه چیز خوب داریم. Dutch arrived and took over. خب اینجا آیلند گیر نمیاد. ببینیم چجوریه. میگه the Banda Islands were ruled by local sultans who insisted on maintaining a natural trading policy toward foreign powers. This allowed them to avoid the presence of Portuguese or Spanish troops on their soil, but it also left them unprotected from other invaders. انقدر از اونا ترسیدن به بقیه نرسیدن. In 1621 the Dutch arrived and took over. Dutch اومد همه رو برد. میدونین که داچ هم اونایی که از ندرلند اومدن، اونایی که ندرلندیان رو بهشون میگن داچ. هلندیا داچن، جرمنا داچ نیستن. Once اینو به یه جرمن بگین داچ احتمالا ناراحت بشه. خب once securely in control of the bandas, the Dutch went to work protecting their new investment. خب protect کردن. They concentrated all nutmeg production into a few easily guarded areas. خب guardش کردن. Uprooting and destroying any trees outside the plantation zones. هر کاری میتونستن کردن که اون ناتمگ اونجا بیرون نره. Anyone caught growing a nutmeg, seedling or carrying seeds without the proper authority was severely punished. خب بیچاره کردن دیگه هر کس که اون دونه رو می‌خواستن اونجا خارج کنه. بیام ببینیم پایین چی میگه. میگه following the Treaty of Breda, the Dutch had control of all the islands where nutmeg grew. آره دیگه یه نقطه رو خودشون مشخص کرده بودن، اونجا همه چیزو داشتن کنترل میکردن که اونجا نره بیرون. خب true. تموم. همین راحتی.